جهان ما پر از کسانی است که از حاصل زندگی خود رضایت ندارند، ولی پیوسته همان کارهای گذشته را تکرار می‌کنند، همان گونه تأمل می‌کنند، همان روش‌ها را در زندگی دنبال می‌کنند و همواره از رویدادهای مشابهی که در زندگیشان رخ می‌دهد در شگفتند. تعریف آلبرت اینشتین از دیوانگی تکرار رفتارهای مشابه و انتظار حصول نتیجه‌ای متفاوت است. به هر حال همین هم کار ساده‌ای نیست. سلام، چطوری؟ قربونت برم. تو چطوری؟ عزیز منی، فدات شم. من چه خبرها؟ سلامتی. منتظر خبرهای خوبم برای خودم، برای دوستام. ایشالله که خوش خبر باشی. ایشالله بچه‌ام خوش خبر باشن. دقیقاً خبرهای خوب داشته باشن که برامون کامنت بذارن. خبرهای خوبتون رو برامون کامنت بذارید. موفقیتاتون، حال خوب بگیریم ازتون، ما انرژی بگیریم ازتون. ایشالله که همیشه خبرهای خوب باشید. دیگه خبرها رو بیخیال شید. خب بشیر، چی آوردی امروز برامون؟ تو آستینا چی داری برامون؟ واقعا خب تعریف کن ببینم چه خبره. خب بذار من برات بگم. ببین، موضوعی که امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم و ما از کجا بهش رسیدیم. کلا یه سری اتفاقایی برای من توی این یکی دو هفته اخیر افتاد، توی یه سری ارتباط با یک سری افراد که یه موضوعی رو خیلی بر من بولد کرد. موضوع اعتماد به نفس و این مرز باریکی که بین اعتماد به نفس و خودشیفتگی وجود داره. خودبزرگبینی، خودشیفتگی. دقیقاً. و چی میگفتن تو محاورمون؟ ما چی بهش بگیم؟ اعتماد به سقف. اعتماد به سقف. یادم رفت کلمش. اعتماد به نفس و اعتماد به سقف و مرز باریکش با اعتماد به سقف. و اومدیم گفتیم این سری راجع به این بیایم صحبت بکنیم، حالا یه سری بررسی روش انجام بدیم ببینیم چه جوریه و حالا بیا استارتشو بزنیم. نظر تو کلا، فکر تو، تعریف تو از اعتماد به نفس چیه؟ خب ببین، اینو اول پادکست به نظرت بگیم که ما تخصص کامل روی این موضوعات نداریم. ما خونده هامون، دانشایی که کسب کردیم و فقط داریم با تحقیقاتی که کردیم راجبش و نظر شخصی ما. دقیقاً. و نظر شخصی ما هم هیچ گونه سند و مدرکی برای این موضوع نخواهد بود و فکتی نخواهد بود. فکت ها صرفا از دهان بزرگان علم در اومده مثلا که بعضیاشون رو خدمت عرض میفرمودیه بودش توی قهوه تلخ. میفرمودیه. ببین، اعتماد به نفس رو بگم نظرم راجبه. آره، اصلا تعریفت از اعتماد به نفس چیه؟ ببین، اعتماد به نفس به نظر من با توجه به برداشتایی که داشتم، خیلی خلاصه بخوام تعریفش کنم، میشه پذیرش واقعیت و جرأت و مسئولیت پذیری روبرویی باهاش و پاسخ بهش. به نظرم آدمایی که اعتماد به نفس دارن خیلی راحت وقتی که با وقایع براشون پیش میاد، حالا این واقعیت میتونه بد باشه یا خوب، باهاش جرأت و قدرت مقابله دارن. یعنی به عنوان مثال، شخصی که توی زندگیش یهو مثلا برشکست میشه، اصلا ولش کن برشکستگی، یه مثال ساده، امتحان زبانشون میفته مثلا، خود من، خب باید این آدم قدرتش رو داشته باشه که پیش خودش بگه آقا من الان اینو باختم، بعدم باختم، و بره پیش خودش کار کنه. و تو وقتی که نتونی بپذیری که اینو باختی، قدرتش رو پیدا نمی کنی که باش روبرو بشی. و این میگن اعتماد به نفس و باور به خود. من اینطوری تعریفش میکنم. تو چجوری تعریفش میکنی؟ ببین، من حرفتو قبول دارم و چیزی بخوام بگم گزافه‌گوییه، اما دقیقاً عزیز من. و اینکه دقیقاً همین دیگه، اون اعتماد به نفس در اصل میشه باوری که به خودت داری و
اون چیزی که میدونی بخوای و بهش میتونی برسی و این یه حقیقته دقیقا. که اگر بخوای و براش تلاش بکنی بهش میرسی و اون کسی که اعتماد به نفس داره در اصل اون تلاشه رو داره، میدونید شناخت رو از خودش پیدا کرده و میدونه میتونه به هدف برسه و اون کسی که اعتماد به نفس داره قطعا به اون هدف میرسه. دقیقاً. یعنی به خودش واقف میشه، دقیقاً تواناییشو بررسی میکنه، توانایی‌هاش رو در اصل میشناسه، یا اونایی ظرفیت‌هاش رو میشناسه، یا اونایی که نداره رو با توجه به اینکه جرأت روبرو شدن با اینکه ندارم آقا من اینو داره میره به دست میاره، کسبشو میکنه و به این یعنی از اینکه یک چیزی هم راجع به موضوعی هستم مثلا راجع به موضوع اطلاع نداره دقیقاً سرفکنده نمیشه دیگه، دقیقاً میره جلو و کندوکاو میکنه و به دست میاره. حالا من یه سوال برام پیش اومد بشیر، اگه تو خیلی کلیشه‌ایه ولی خیلی قشنگه به نظر من با کلیشه‌ها موافقم، راجعش اپیزود داشته باشیم حتما. اگه تو کاملا مطمئن باشی که همین الان هر کاری رو شروع بکنی میتونی با موفقیت ازش رد بشی و به دستش بیاری، چیکار میکنی؟ چقدر میتونی قدرتمند باشی؟ قطعا خیلی میتونم قدرتمند باشم. تو زمینه کاری خودم بخوام برات مثال بزنم اینه که همه اینجوری هن که مثلا میگم من یه کاری میخوام شروع بکنم الان بودجه‌شو ندارم نمیتونم استارتشو بزنم و اینا، میمونن تو همون چیزی که برای یه کسی کار کنم. من همیشه کلا چیزی که از آینده خودم برام در نظر دارم، من اعتماد به نفس بالایی دارم. شاید هم اعتماد به سقف نمیدونم اینو، ولی اعتماد به نفس بالایی دارم همیشه. از دوستاش بپرسین. و اینکه همیشه اینجوری هم که کمالگرایی خیلی بالایی دارم و دوست دارم همیشه بالاترین چیز رو در نظر بیارم توی زندگیم، توی حالا آینده نگری که برای خودم دارم، چیزی که در آینده برای خودم میبینم اینو میبینم که خب تو زمینه کاری خودم من مهندس معمار هستم، خب قطعا یه دفتر خیلی خفنه برای خودم میزنم، به یه دستاوردهای بالایی میرسم، جوایز اینا، البته جوایز اینا خیلی واسم چیز نیستش ولی کلا بتونم یه چیزی که برای من بشه سیگنچر من بشه، بگن که بشیر یزدانیه این، میدونی این برام خیلی مهمه. خب و تو اینو میبینی تو خودت، اینو تو خودم و میخوای انجامش و بهش باور دارم، اما چیزی که همیشه نگه میداره افراد رو یه ترسیه که این من تو این قسمت اتفاقا یه مقدار حس کنم مثلا اعتماد به نفس خودمو پایین میبینم که یه ترسیه. من خودمو مثال دارم میزنم که اوکی مثلا همه میان میگن من بودجهشو ندارم، خودم کار خودم رو استارت بزنم و میرم یه جای مشغول میشم، یکی کار میکنم یکی کار میکنم و گمنام میمونن. قطعا من چیزی که دارم اینه که روزی که بتونم اعتماد به نفس پیدا بکنم که بیام اوکی خودم بودجه رو ندارم، پس از یک جایی بودجه رو تهیه بکنم، وام قرض هر چیزی و استارت کارمو بزنم. فکر کنم منظورت اینه که به هر نحوی شروعش بکنم، به هر نحوی که شروعش حالا بکنم، دقیقاً به هر نحوی شده شروعش بکنم و به نتیجه برسونم و اون نتیجه میتونه کل راهی که من از قبل اومدم و هر گونه دپتی هر چیزی باشه رو برای من صاف بکنه و هموار بکنه راه جلو رو برای من که بتونم به اون هدفی که دارم برسم. دقیقاً. و از این بابت سوالت من دقیقاً اگر یک روزی یه همچین جرأتی داشته باشم قطعاً این کار رو میکنم. قطعاً این کار. من اگه باشه راجب وارد این پرانتز شدیم که کارو شروع کنیم پارسال دقیقاً همین موقع بود که توی تهران جنوب گفتم به بچه‌هاش اونجا که دعوت شده بودم، گفتم که ببین یه کارفرما ممکنه بهت بخوره بگه که آقای فلانی خانم فلانی برای من مثلا فلان چیز رو بساز و تو هیچ تخصصی توی فلان چیز نداری. من اونجا گفتم که بچه‌ها شما قبولش بکنی و بگین که انجامش میدم و به نظر من این خیلی حرکتیه که اعتماد به نفستون نشون میده و باعث میشه خودت به خود باوری برسی. دقیقاً. چون تو قبولش میکنی و مجبور میشی مسئولیت پذیر باشی در قبول. اصلا اگه مسئولیت پذیر باشی نه خیلی مهمه این موضوع. و مجبور میشی مسئولیت پذیر باشی و وقتی که مسئولیت پذیر باشی یادش میگیری
و همین میاد رو هم دیگه چیزای مثبت. تو اعتماد به نفس پیدا کردی که قبولش کنی، مسئولیت پذیر شدی، یاد گرفتی، ساختی، تجربه کسب کردی، پله های ترقی چیده میشه. دقیقا. ولی اول ویدیو گفتی یه مرز باریک، اینجا یه مرز باریکی است که یه سری افراد میان و میگن که اوکی من این کارو میتونم انجام بدم، ولی میگذره تایم، سر ددلاین میشه، طرف کارا رو انجام نداده چون نتونسته، نخواسته، تو خودش ندیده و برای اینکه بیاد خودشو کاور بکنه شروع میکنه بهونه آوردن. آی ال شد، آی بل شد. من فکر میکنم این الان دقیقا لب مرز قرار گرفته و با این کذبایی که داره همینطوری میشینه دور هم دیگه داره میافته توی خودشیفتگی. یعنی تصمیم اولش برای اعتماد به نفسش نبوده، برای خودشیفتگیش بوده که فقط نگه که آقا من بلد نیستم، خود بزرگ بینی. آره. برای همین الان ازت میخوام که برای بچه ها بگی که خودشیفتگی چیه. خب بذار من اینو بگم. چی بود اون محاوره ایش که با هم دیگه میگفتیم؟ اعتماد به سقف. اعتماد به سقف چیه؟ دقیقاً. خب ببین نظر من که بذار اصلا از اینجا شروع کنم، بذاره که فکت بیارم براتون. من یک کتابی از برایان تریسی میخوندم راجع به اعتماد به نفس بود و تو اون کتاب گفته بود که فردی که اعتماد به نفس داره هدف و برنامه داره، میدونی، دیسیپلین داره. اما اونی که مردم عادی یا اونی که مثلا اعتماد به سقف داره در اصل آرزو داره. من اکسیژنم نمیشه کمه. کپسول اکسیژن. آره اکسیژنم کم شده. خب بگو. فردی که اعتماد به سقف داره، فردی که خودشیفته هست، یک سری آمال و آرزو رو در خودش داره و اون آمال آرزوها در اصل مسائلی هست که در گذشته خودش برای اون شاید یه ترومایی شده بوده، اصلا یک سری سرکوب هایی بوده که اون فرد شده، یعنی اهدافی داشته که نرسیده. دقیقاً اهدافی داشته و نرسیده و شده براش یک سری آمال آرزو، چیزهای دست نیافتنی. و اون کسی که خودشیفته هست داره تظاهر میکنه که من به این چیزها رسیدم. من میتونم داشته باشم، به اینا رسیدم و بیشتر از اینها میرسم. اما یعنی کسی که اعتماد به نفس داره هدف و برنامه داره و میبره اون رو جلو. دقیقا حرفی که زدی بود دیگه، که گفتی حرف خودت همین قبل از این که من حرفمو بزنم گفتی اون کسی که اعتماد به نفس داره با هدف میبره یک چیز جلو. آره میگه من میتونم دقیقا. و برنامه ریزیشو میکنه، هدف گذاریشو میکنه، یاد میگیره، انجامش میده. دقیقاً. ولی آدمی که اعتماد به سقف داره میگه انجام میدم و انجام نمیده و شروع میکنه به ایجاد یک سری مسائل کاذب که فیکن و حالا مثلا بهونه آوردن و از اینجور بحثا. ولی من یه چیزی رو درست نفهمیدم. چی؟ آدم خودشیفته چه المانایی داره؟ آدم خودشیفته چه المانایی داره؟ به نسبت آدم با اعتماد به نفس. در ظاهر این دو شخص شبیه به هم از نظر من، اما وجه تمایزشون اینه که فردی که خودشیفته است به صورت خیلی دروغوار و اگزاجراتور یک سری مسائل و یک سری حال چیزها رو بیان میکنه. اما فردی که اعتماد به نفس داره نیاز به این که بخواد خودش رو اثبات بکنه نداره اصلا. میدونی، یعنی کسی که خودشیفته است دنبال اثبات خودشه، اما کسی که اعتماد به نفس داره دنبال هدف خودشه که به نتیجه برسه. من این دوتا رو این شکلی از هم تمیز میدم. من فکر کنم یه چیزی ازش گرفتم. یعنی میگی آدم با اعتماد به نفس ریشه میسازه، مشکلاشو حل میکنه. آدم خودشیفته یه پوسته شکننده دروغین میسازه و اونو به همه نشون میده. دقیقاً. یعنی فردی که خودشیفته هست، اتفاقا توی کتابی بود مال دکتر وون بود فکر کنم، هم چی اسمایی داشت دقیقاً یادم نمیاد، اونم گفته بود فردی که خودشیفته هست
داره دو شخصیته. من یاد آدم اسکیزوفرنی و اینا میفته. اسکیزوفرنیه؟ فکر میکنم دو قطبی بیشتر شبیه دو قطبی‌ها باشه. اسکیزوفرنی اونایی که توهم میبینن. دقیقاً. ببین اونا هم میتونن باشن. نه دقیقاً دو قطبی‌ها. دو تا شخصیت دارن. یک شخصیت واقعی خودشون که یک شخصیت سرکوب شده و یک سرخورده و سرکوب شده هستش که در خلوت خودشون دارن و داخل خودشونه، و یک شخصیت که به من و شما دارن نشون میدن، به جامعه دارن نشون میدن که اون یک فرد پر انرژی با دستاوردهای خیلی زیاد هستش و شاید هم خیلی پر انرژی نباشن. نه من آخه آدم خودشیفته دیدم که پر انرژی نیست، یعنی اصلا میاد تو حالت بد میشه. آره دیدم اینا. میدونی واقعا از رو انرژیشون هم میشه فهمید. آفرین. به نظر من و یک انرژی منفی، یه بار منفی دارن در هر صورت توی حالا رفتاری که دارن میکنن. یه پشت صحنمون بله سلام دوباره بگیم. خب بذار بگم. بگو الان پشت صحنه چی گفتن، شاید نشیده باشم بچه‌ها. خب بذار من بگم. از پشت صحنه اعلام اصلاحمون کردن. گفتن که دو قطبی نه، دو شخصیتی. دو قطبی اونایی که بالا پایین دارن. افراد دو شخصیتی هستن که به این صورت هستن که حالا خودشون رو قایم میکنن و تمایز دارن دیگه. یک شخصیتی دارن که در خلوت خودشون، هم یک شخصیتی دارن که به جامعه نشون میده. و خب در ادامهش حرفایی که زدیم به نظرم یه استوپی کنیم، بریم بیایم بخش دیگه رو صحبت بخورن و ما هم یه لیوان آب بخوریم. ما هم لیوانامون تموم شده، یه نفسی هم دیگه. خب آقا ما برگشتیم. رفتیم چایی خوردیم، یه گپی زدیم با هم دیگه. آره ببینیم الان. من یه چیز باحالی به ذهنم که رسید. باحال نیست. یه چیزی راجع به این موضوع ببین خیلی قشنگ بود. باحال نیست. خب بگو. یه چیزی راجع به این موضوع به ذهنم رسید، این بود که اعتماد به نفس چیزیه که از کجا به وجود میاد. بله زمانی که شما داخل یک خانواده متولد میشید، از زمانی که پا به این دنیا میذارید، نحوه برخورد با شماست که میتونه اون اعتماد به نفس و اون عزت نفس رو در شما ایجاد بکنه. همینطور اون بحث خودشیفتگی هم که داریم به همین صورته. وقتی یک خانواده‌ای، یک حالا اطرافیان یک شخصی از همون کودکی رفتاری با اون داشته باشن که مناسب نباشه، حالا از دو حالت داره. یا مثلا یک خانواده‌ای بیش از حد بها میده به یک حالا بچه‌ای، کودک دقیقاً، و یک خانواده‌ای به صورت کلی بهایی داده نمیشه به کودک، و اون فرد یا از یک طرف احساس همون سرخوردگی رو داره و از طرف دیگه احساس میکنه که پادشاه جهانه. دقیقاً. ما خیلی با اینا مشکل داریم تو جامعه. زیاد هم داریم. تو کار چقدر مشکل داریم باشه. و این افرادی هستن که در بزرگسالی دچار خودشیفتگی میشن. اما کسی که اعتماد به نفس داره کسی هستش که توی یک فضای سالم که از لحاظ روانی امنیت داشته و از لحاظ احساسی بهش بها داده شده، کاری که میکرده، استعدادی که داشته، هر چیزی، اینا شکوفا شده و خانواده این رو ساپورت کرده. جان بالبی اتفاقا میگه که آدمایی که توی آینده وقتی بزرگ میشن خودشیفته نیستن و اعتماد به نفس کافی رو دارن، آدمایی هستن که وقتی کودک بودن از طرف والدینشون امنیت احساسی گرفتن و این رو درک کردن که آقا من انسان با ارزشیم و علیرغم این که من انسان با ارزشیم، دیگرانم آدمای با ارزشیم. یعنی هم به خودشون اعتماد پیدا میکنن، هم به دیگران اعتماد پیدا میکنن و چهره خوب دنیا رو میبینن یه جورایی، و این باعث میشه که مخرب دنیا نشن، خودشیفته نشن و به همه چیز باور داشته باشن، خیلی به صورت امن با دنیا برخورد بکنن. دقیقا.
و خب این بازتاب رفتاریه که تو کودکی باشون شده دیگه. یه حد وسطی گرفتن و جایی که نیاز بوده تنبیهی بشه خیلی میل و باشون اینطوری رفتار شده، جایی که تشویق لازم بوده تشویق شده، نه زیاد نه کم، حد وسط. دقیقاً در عوض این وره بوم و اون وره بوم، همونطوری که گفتی الکی بزنه تو سر بچه مثلا، یا مثلا الکی تشویق بزرگ. آی مثلا دیدی که جدیدن هم خیلی میبینیم تو فک و فامیل، به عنوان مثال میگم مثلا آقا آرمینو دیدین مثلا ضربو خیلی خوب بلده، بعد بهش هرچی میگه غلط میگه ولی تشویقش میکنه. خب این باعث تخریب اون بچه میشه. دقیقاً دیگه باعث میشه که اعتماد به نفس کاذب دارن داده میشه به اون. دقیقاً ساپورتیو بودن خوبه اما به حدش. دقیقاً. غیر ساپورتیو هم که کلا نباشه. دقیقاً. خب حالا تفاوت این دوتا رو تو جامعه یا یه نتیجه گیری بکنیم راجبش. الان چجوری میفهمیم؟ آره دقیقاً. من خودم بگم چجوری میفهمم؟ آره نظر خودت بگو. چون ببین یه چیز جامعه نیستش که مثلا بخوایم بگیم که یه شخصی حالا بگه تفاوت اینا چیه. واقعا به نظر من یه موضوعیه که خیلی جای صحبت. یه رمان تو نوجوانی می‌نوشتم. آره یادم مسخره‌ام می‌کنه. آره یادمه دقیقاً. خیلی نامردی، من واقعا بهش افتخار می‌کنم. یه برنامه می‌ذاریم اونو می‌خونیم. نه برنامه نمی‌ذاریم بخونیمش. حداقل فصل اولش عمرن نمی‌خونی. چرا؟ اگر ویدیوها نه قول و وعده نده. واقعا نه. این ویدیو ما اگر به 1K من از رمانم برسه ما این رمانو میخونیم. من رمانم دفاع میکنم. رمان من فوق‌العاده بود. حالا بگذاریم. تو رمانم نوشته بودم سجاد جلسات میفرماید یه جایی این آقای مانوئل توی جنگی بودن، حالا اسم جنگ رو نمیگم، سردار مردار شده بود دیگه. میگه که آقا مثلا همه سربازارم دیگه بیخ نگذرون. بعد میگن چرا مثلا میخوای نکشیشون و اینا؟ که هر انسانی مثل اثر انگشتش دنیای متفاوتی داره تو مغزش و تو با کشتن یه آدم یه دنیا رو داری از بین میبری، چون همه یه افکتی دارن. این اثر پروانه‌ای هستش، روی دنیا همه افکتی دارن، همه یه دایره یه منظومه‌ای دور خودشون دارن و تو با کشتن یه نفر دنیا رو داری خراب می‌کنی. حالا من زیاد به اون کار ندیم، من به اون دنیا کار دارم. هر کسی یه دنیایی داره، برای همینم نمیتونیم خیلی راحت و مستقیم بگیم که همه اینا یکی هن. یه دوستی داریم تو دانشگاه، امیر تقی. چی گفت اون دفعه راجع به روابط انسانی؟ چی گفتی؟ یادت نیست؟ نه بگو. گفتش که آقا روابط انسانی الگو بر نمیداره. من این حرفش خیلی خوشم اومد، 1000 جام گفتم. آره. و برای همین میگیم که نظر خودمونه الان. حالا بگم چه فرقشونو بگو. چقدر حرف زدم ولی فرقم دارم میگم. ببین من اگه بخوام خودم آدم خودشیفته رو از آدم با اعتماد به نفس تشخیص بدم، آدم با اعتماد به نفس از برنده بودن بقیه نمیترسه. دقیقاً. یعنی اگه کنارش برنده باشه سعی نمیکنه باش بجنگه، سعی میکنه ازش یاد بگیره، درس میگیره از دقیقاً. تشویقش میکنه وقتی میبره، چون خودش درون خودش به اون نیاز برنده بودنش رسیده. دقیقاً. در حالی که آدم خودشیفته وقتی میبینه یکی موفقه سریع نه منم اون موقع فلان چیزو به دست آوردم، یا اینکه نه این کارم نکنه، این که چیزی نیست بابا منم میتونم فلان میکنم. یعنی شروع به تخریب دیگران میکنه. دقیقاً. و خودش رو پشت اون دروغ‌ها کاذبی که حالا همیشه میگه قایم میکنه و آره بقیه رو میکشه پایین که بگه من بالا هستم. دقیقاً. نمیتونه خودش رو به بقیه برسونه یا تو خودش نمیبینه، چون به نظر من همه آدما میتونن در این شخص در خودش نمیبینه و چون نمیبینه دوست نداره بقیه هم بتونن. از موفقیت دیگران در اصل ناراحت میشه. یه جور حسادته. آفرین. دیدی تا حالا مثلا اومدی یه خبر خوب بدی که آره من تونستم، بعد یهو ببینی که یکی از دوستا مثلا اخم و تخیری، یا اینکه نه یه لبخند خشکی زده و آره از این رفتارا اتفاق افتاده برای منم. این خیلی بده. آره قبول دارم. هی دیگه چه خبر؟ بشیر جان جونه. مهمون نداریم.
این جلسه که مهمون نداریم. نداریم. خیلی ناراحت شدم که مهمون نداریم. مهمون‌هایی که اعتماد به نفس و اعتماد به سقف دارن زیاد داشتیم میاریم این سری. اعتماد به سقف رو که نمیتونستی دعوت کنی، مثلا نمیشد بگی تو خودم خودشیفته بیا پیشمون مثلا. آدمایی با اعتماد به نفس هم که خودمون هستیم خودشیفته. با اعتماد به نفس. با اعتماد به نفسی. دقیقاً. ما با اعتماد به نفس. یه چیزی رو امروز برای پایانش بگم. بگو. یه چیزی رو امروز استوری کردم راجع به صحبت اولیت تو همین قسمت. میگفتش که 2 نفر میخوان ماهیگیری یاد بگیرن. یه نفرشون شروع میکنه به جمع کردن وسایل و دیدن آموزش‌های اینترنتی و یه 6 ماه وقت میذاره. خودشو تجهیز میکنه، تو این 6 ماه میشینه کلاس میبینه. اون یکی از روز اول یه چوب بر میداره و یه نخ، یه سوسیس میزنه. آقای میگفتش، اتفاقا آقای تو پادکست یه سوسیس میزنه و میندازه تو آب و میبینه نمیگیره، چوبشو عوض میکنه، دفعه بعد نخشو عوض میکنه، دفعه بعد تومشو عوض میکنه. بعد 6 ماه دوستش که میاد شروع کنه ماهیگیری، تا از اول شروع کنه، میبینه که اون یکی دوستش موفق شده، اصلا داره آموزش ماهیگیری میده، اصلا مغازه ماهی فروشی زده. و به نظر من شخص دوم به خودش اول کار گفته که من که میتونم، پوشم برم ببینم چه خبر میشه. دقیقاً. و این تعلل رو نداشته. دقیقا. و این از اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری و قدرت و باورش به خودش میاد. دقیقاً. یعنی یه موردی هم که هست اینه که اصلا ربطی به اینجا نداره، ولی آموزنده است. برای خود من آموزنده بوده این همیشه. کمالگرایی همه جا خوب نیست. آفرین. دقیقاً. من خودم فرد کمالگرایی ام، چوبشم خوردم همیشه تو این زمینه. من بودم و خدا رو شکر که دیگه نیستی، ولی من هنوزم هستم. نه چوبشم خوردم. کمالگرایی رو واقعا آدم‌ها باید بنزن. دقیقاً، چون کمالگرایی باعث میشه که شما دیگه حرکت به جلو نکنی، چون میگی اگر من تکمیل نباشه کارها، استارت کار رو نمیزنم. من یه مثال خیلی چیز بزنم. رو راستانه. من و سجاد و آنیتا خیلی وقت بود میخواستیم این چنل رو راه بندازیم. خیلی وقت. فکر کنم بالای 2 ساله داریم راجع صحبت فقط صحبت میکنیم و من خیلی با افتخار که نیست، اصلا افتخاری نداره، خیلی صادقانه این رو میگم. چرا؟ که نه بذار بگم چی رو دارم بگو. صادقانه من این رو میگم که دلیلی که این 2 سال پیش راه نیفتاد چی بود؟ که من میگفتم میکروفون فلان باید بگیریم، نور فلان باید بگیریم، جا باید فلان جا بگیریم، میز باید فلان چیز بگیریم، استودیو باید داشته باشیم و فلان. بعد 2 سال از خر شیطون اومدم پایین و گفتم بذار شروع کنیم. از تو حرکت، از خدا برکت. شعار، حالا این سنتیش بود، شعار صنعتی نایک راجبش just do it. دقیقاً. و استارت کار رو زدیم و خب ببین این به نظر من واقعا شاید اولین باری بود که من کمالگراییمو گذاشتم کنار و خوشحالم. کمالگرایی یکی از المان‌های خودشیفتگیه. من اعتماد به نفس دارم البته. ما رو که کشتن. و خیلی اینو خوشحالم که تونستم اینو کنترل بکنم خودم و گفتم اینجا بگم برای بچه‌ها هم بگم، شاید یکی هم مثل من باشه. دلیل نمیشه اون حرفت. این که یکی از الماناشه بگم که اشتباه نشه. دلیل نمیشه که کسی که کمالگرای خودشیفته است یکی از الماناش میتونه باشه. دقیقاً. و میگم گفتم که این رو بگم که بچه‌ها هم براشون شاید کسی مثل من باشه و این بتونه بهشون کمک کنه. بیا قبل از تموم کردنش راجع به اینم صحبت کنیم یه ذره که چیکار کنیم اعتماد به نفس بره بالا. من دقیقاً همین موضعی که با این کست داشتیم، با اخبارشون داشتیم، راجع به دیزاین داشتم. اگه یادت باشه به مدت خیلی ساله، مثلا 5 ساله که تلاش میکردم توی مسابقه ها، آواردهای معروف دنیا شرکت کنم. خب و همش اسکچ میزدیم، گروه میساختیم، مشورت میکردیم، مدل میکردیم و یهو آخر مثلا اینطور میشدیم که فکر نکنم این ببره،
اصلا این چیه آشغاله. پروژه موفق شده. آره اون اصلا نیار تو کارنامه من. اونو نیار، من گردن نمیگیرم. واقعا هم هیچ کاری نکردم سرش. واقعا کردم یادم هم فکری کردی خوب حالا ولی دوستش نداشتم. و اون آخر به نتیجه میرسیم که اصلا شرکت نکنیم. و پارسال دقیقا همین موقع یک کلیدی خورد و ما گفتیم که بریم ببینیم چی میشه دیگه و فقط انجامش دادیم. اولی گرفت، دومی گرفت، سومی گرفت، چهارمی گرفت، پنجمی گرفت، ششمی گرفت، هفتمی و آره. و الان که الانه شاید 8 تا 9 تا حتی دستم نی، یکی دیگه هم حالا شاید بیادش، مثلا 10 تا یهو تو یه سال 10 تا حرکت خفن. و به نظر من تجربه من این بود که آقا تنها چیزی که بین تو و خواسته ها و آرزوات قرار گرفته این صدای درونته که نکنه نشه، آبروم نره، نکنم این کارو شکست بخورم. شکست جز جمله کلیشه‌ای، شکست جزئی از موفقیته، شکست پایه موفقیت. یعنی شما هر چی بخوری زمین و بلند شی تجربه بیشتر به دست آوردی، قدرت بیشتر به دست آوردی. نمونهش خیلی یه چیز فیزیکی توی بدن، شما میری باشگاه وزنه میزنی، عضله رشته ها پاره میشه، ترمیم میشه، بزرگتر قوی‌تر. نمونه موفقیتش استیو جابز از شرکتی که خودش تأسیس کرد اخراج شد. و وقتی که اخراج شد اصلا خارج میشیم از اون قضیه که برگشت به اپل و به اوج رسوندش، آیفون رو زد و فلان. تو اون مدتی که از اونجا اخراج شد نکست رو زد، پیکسار رو زد، پیکساری که یک فیلم شکست خورده نساخته. دقیقاً. و چی بهتر از این واقعا که به خودت باور داشته باشی و فقط انجامش بدی. دقیقاً. Just do it. پس کلاً فقط بعد شروع کرد، استارت کار رو زد، برد جلو، هدف، برنامه و رسیدن به نتیجه. پس هیچ ترسی نباید داشت و برد جلو. کنم که و برای اینکه اعتماد به نفستون به خود شیفتگی تبدیل نشه یه حرف پایانی داره. چی؟ از نکرده های خود حرف نزنید. یه چیزی میدونستم این پوستر رو گرفتم. آفرین آقا. تا برنامه بعدی، صحبت بعدی، امیدوارم که فقط اینو دوست داشته باشید ایشالله. و واقعا اگر نظری چیزی دارید کامنت بذارید، خیلی خیلی خوشحال میشیم. موضوعی اگر دوست دارید راجعش صحبت کنید کامنت بذارید حتما. اصلا بیایم با هم دیگه صحبت کنیم. دقیقا. کسی اگر دوست داشت بیاد بشینه اینجا پیش ما با هم صحبت بکنیم. ما لذت میبریم، ما یاد میگیریم از هم دیگه. و تا برنامه بعدی، بای بای.